همینطور که میبینید اینجا جلوی در حمومه که نم و رطوبت زده این قرنیزای جلو در و گچهای دیوار رو خراب کرده. الان این نمی که اینجا زده مثلا میتونه از بنکشی های درزای کف باشه یا از الان این قسمت دیوار رو ببینید، این قسمت رو اومدن با کناف کار کردن. کناف گچی خودش نم و رطوبت رو رد میکنه میده اون طرف دیوار، که ما این قسمت پایین رو تراشیدیم و با پودر نانو دوباره احیاش کردیم. و ببینید این قسمت بالا، نگاه تا بالا اینا همه دیوار گچیه، اونم توی حمام که معمولا گچ خودش رطوبت رو جذب میکنه و میده به دیوار و باعث خرابی رنگ دیوار و گچ میشه. این لبه‌های جلوی در که سنگ شده، این هم گچهایی که از این دیوار کندیم و جاش پودر نانو کار شده. الان شما این درزای کنارا رو ببینید، این گوشا اینا همه بازه، اینا به مرور آب میره توی کف و کف سرویس که معمولا ایزوگام هست نمو از کنارای دیوار میده بیرون یا سمت در که لبه ایزوگام پایین تره، معمولا پارکت های جلوی در رو خراب میکنه. الان این قسمت های گوشه ها رو ببینید، اینا همه درزاش بازه و باعث این میشه که آب از اینجا بره پایین و کف که ایزوگام هست به مرور از یک جای این آب باید بیاد بیرون، که اینجا حالا نم از جلوی در زده و پارکتا رو خراب کرده. الان این لبه جلو درم ببینید، این سنگ کامل باز زیر سنگ که این خودش باعث میشه که اون لبه قرنیز اگر میبینید تو تصویر لبه قرنیز خراب شده. یکی دیگه از مواردی که آب معمولا نم میزنه میره دیوار رو خراب میکنه، ببینید قالپاقا رو که میدیم جلو، پشت اون کجکای شیر کامل خالیه و وقتی شستشوی دیوار یا وقتی دوش گرفتن ببینید اینا همه اون درز پشت اون کجکا اینا همه خالیه و آب از اینا نفوذ میکنه میره. اگه پشت این دیوار گچی باشه که خیلی خرابی به بار میاره و شما میتونید با پودر نانو که اینا هم تقریبا مثل یک ملاتی یه خورده از ماست تقریبا سفتر درست کنید و تمام این درزا رو بندکشی کنید و موقعی هم که بندکشی میکنید باید این موادی که میریزین، این پودر نانویی که میریزین اینقدر با کاردک بکشید که کامل داخل این درزا نفوذ کنه، وگرنه این پودری که شما الان استفاده میکنید نهایت به 6 ماه هم نکشیده کنده میشه. کامل باید تمام درزا با نوک کاردک کشیده بشه چندین بار، که اگر آشغالی یا خاکی هم که توی اون درزا داره اینا بیاد بیرون یا این ملاتی که دارین استفاده میکنید کامل توی اون درزا رو پر کنه، وگرنه این بندکشی شما هیچ فایده ای نداره. اینجا الان کامل کل اینجا بندکشی شده و بعد از که یه خورده این ملاته درزاش یه خورده گرفت با یه پارچه اینا رو کامل پاک میکنید که زیاد اگر باز بمونه کم پاک کردنش سخت میشه. اینا رو کامل کل کف رو پاک میکنید و بعد از چند ساعت مثلا 4-5 ساعت یک آب بدین، بد نیست. که اینجا هم ببینید قرنیز رو براشون عوض کردیم و
این پایه هم که گشت بود با پودر نانو احیا شد و کف هم که کامل تمیز شد و دیگه هیچ پودری نمونده. ولی توی این کفو گفته بودن که کامل باید جمع بشه و دوباره لوله کشی ها و ایزوگام و تمام این کف دوباره از اول ترمیم بشه که هزینه خیلی سنگینی براتون در پی داشت و یک تشخیص اشتباه بعضی مواقع یک هزینه‌ای سنگینی برای مشتری به بار میاره که بعضیا میان تشخیصات اشتباه میدن.